شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز، مخلصیم. بچه ها همگی سلام. آقای نام کلیچ سلام. بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جا همگی خالی. در زمان رضا شاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت. وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سمیه این 2 تا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راهنا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سوادکوه و سرخاباد هستش. هزینه‌ش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. اینم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید می‌بینید. شاهکار راه آهن ایران. اینجا ورسک، این پل ورسک. همه شما پل ورسک را از پایین دیدید ولی از بالا ندیده بودید. اینم تقدیم به شما. سال 1307 تا 1314 کارشون بود که این خط را بکشن. سال 1312 به اینجا رسید و پروژه متوقف شد که بعد از مدتی شروع کردن دوباره. اینم ایستگاه ورسک را ببینید ما چقدر اومدیم بالا. تمام این پل های ناو دنیای سنگی را دارن با دست تراشیدن. وای. شیب این منطقه 28/1000، یعنی هر 1000 متر 28 متر ارتفاع. تمام آموزگارا باید اینجا امتحان بدن تا قبول بشن. منم اینجا 1 ماه بودم و بعد امتحان دادم. و از اینجا 3 خط طلا شروع میشه، اسمی که خود رضا خان گذاشت. واقعا شاهکار راه آهن جهانه. ورسک را از این بالا هم ببینید. ما هنوز خط دوم و سوم نرسیدیم. اینم قطار گردشگریه. این قطار از تهران حرکت میکنه تا ایستگاه شیرگاه. قشنگه، سعی کنید برنامه‌ریزی کنید، بلیطش بگیرید و بیایید. این منطقه اونقدر قوس‌های اس مانند تند داره که حد اکثر سرعت برای قطار مسافر 60 کیلومتر. 3 خط طلا را از این بالا ببینید. ما خط سوم هستیم. اگر اون ماشینا را ببینید متوجه میشید چقدر ما اومدیم بالا. شاد باشید.